من تصمیم گرفتم تا انتقام تمام پرانک هایی که علیرضا رو من انجام داده رو بگیرم. چی کار میخوای بکنی؟ میخوام گوشی آیفونشو بشکنم. گوشی آیفون گرونه. دقیقاً. پس باید یه دونه ماکت میخوایم. میخوایم کرم بریزیم درسته؟ بله. آقا من یه ماکت گوشی میخوام. تقریباً 12. مهم اینه که سایز گوشی یکی باشه دیگه. یعنی اگه ما بخوایم 13 هم بگیریم به نظر من جواب. نظر تو؟ ضد ضربه هست این ماکتو؟ آنباکس ماکتو ببینیم. دکمه‌اش هم کار خودشه. وزنش، اندازه‌اش، همه چیز کاملا نزدیک به ببینم بده بچه‌ها خود بهتر اینو ببینن. بچه‌ها اینو ببینید. خودشه. گوشی فیکمون رو گرفتیم. حالا دیگه بعد بریم ببینیم که چجوری نقشه رو بچینیم. چجوری می‌خوای نقشه رو بچینی؟ فکر می‌کنم کلا ماکت افتاد 200,000 تومان. حالا من و حامی منتظریم که علیرضا برسه که ایسکاش کنیم. علیرضا نمیاد اون ما رو ایسکا کرد. من با خودم فکر کردم دیدم که بهترین حالتی که ما میتونیم علیرضا رو ایسکا کنیم اینه که علیرضا بیاد و اینجا بشید. دقیقاً همونجایی که ما می‌نشستیم. به چه رسیدی؟ من می‌ترسم بزنم تلویزیون تو بشکنه. منم چه رسیدی؟ آقا باید تلویزیون فاصله‌اش بدیم حواست باشه. من حس می‌کنم قرار علیرضا حامی رو نابود کنه. علیرضا کلاً یک شخصیتیه که موقعی که عصبانی بشه میدونم که هیچی به مغزش نمیرسه اون لحظه. یه جوری میگه انگار یه عمر با علیرضا زندگی کرده. سر جمع مفید 6 ماه نیست که با علیرضا ارتباط داره. صبر کن. داری میترسی تلویزیونت به چخ بره. خب اوکی این میشه شناختی که من از علیرضا دارم. منم با این حرفات شناختو پیدا کردم. چه نمیاد؟ تو مسئولیت مراقبت از وسیله‌های من رو داری همین. همه چی آماده است. همه چی آماده است. گوشی فکر رو گذاشتم تو اون که اتاق فقط علیرضا باید بیاد. علیرضا رو زنگ می‌زنم. آره. من بازی می‌کنم من لفت نمیدم. بس. بله. مامی؟ بله. علیرضا اومد. وقت نقشه است. نقشه رو بذار یه خورده طبیعی‌تر جلوه بدیم، یه خورده ما بازی کنیم، یه خورده وقت بگذره. بعد اینجا دوربین رو بکنیم، سعی کنیم فیلم بگیریم. حامی داشتم فکر می‌کردم که تو بگو که دارید یه ولاگ یه روز با من ضبط می‌کنی. واسه همین موقعی که علیرضا میاد میتونیم فیلم بگیریم، بچه‌ها هم ببینن. وایسا بچه علیرضا اومده. علیرضا ویدیو رو بگیر از من بگیر تو معلوم نیست. بچه میخوام ببینم میتونم تو خونه حامی ویم بگیرم. بچه این میشه موضوع ویدیو رو حداقل به من بگین؟ ویدیو حامیه. اون موضوعشو به من بگین. اومدم خونه‌اش کلا میخوام زندگی کنم و کارهایی که حامی در طول خونه انجام میده انجام بدم. کاری که ما برمی کردیم این بود که پشت صحنه یه دونه ویدیو فیک رو آماده می‌کردیم. من اون ور رو میگم، بعد برمیگردم این ور، بعد تو یه دیالوگ به این بگو. امروز قراره که از استنفود غذا سفارش بدیم. بهش میگم که گوشی تو قراره یکی از دوربین‌های ویدیو باشه. هیجان داری؟ خیلی هیجان دارم. زیاد. واسه یه من مامان با یه سخت. چیز اینجوریه که شما مثلا اینجا نگهداری همه جا رو داره میگی. سر و صدا کردن مثلا اینجا تو به کار میای حامی. خب تو قراره کاملا گاوبازی در بیاری. آخه لاشی من چرا باید چی کاری با تو بکنم؟ کاری که تو باید بکنی اینه که سر فیلم برداری هی سوتی بدی. هم علیرضا هم حامی من بگیر دیگه چرا میرم دیگه. اوه یه لحظه این بر نگاه کردم فکرم میخواد حرف بزنم میشه حرف بزنید. نه بابا حرف نزد که و ببینیم که آیا بابا تو چه دور از علیرضا نمیگیری؟ اون فرو نگاه کنید دیگه. بابا تو از من بگیر. من بعدش اون دوربین هست علیرضا رو میگیره دیگه. نه اشتباه لوپیه به خاطر اینکه 3 تا دوربین پشت سر همه. 3 تا دوربین تو برمیگردی و من دیگه نمیدونم کونه تو رو بگیرم که من با بیام علیرضا رو بگیرم که کونت دیگه معلوم نباشه تو این دوربین دیگه. اصلا چه با دختر دعوا گرفتی؟ نه آقا فیلمو بگید دارم تو روز این سر ادیتور انقدر اصلا خورده؟ آقا برو نامش بگیر دیگه. اوکی. غذای بد بگیره، بدترین رو بگیره. نظرت چیه؟ من توی همه چی بد باشم توی این یکی خوبم. یعنی چی؟ یعنی از نظرت یه دیر میای حامی؟ بابا دیر میاد این ربط به این نداره. این خیلی باید سریع بیاد. این رو حالت فست هست یا نه؟ آره. قراره ببینیم که کی اصلا داری ضبط می‌کنی؟ واقعا داری ضبط می‌کنی؟ الان چشم نیست که چشم دارم ضبط می‌کنم دیگه. خب اونو بنداز، اونو بذار تو دستت یهو نیفته. اوکی.
قراره بدترین غذای هر رستوران رو بگیریم ببینیم که کی میتونه داشت. چرا این برا داری میگیری؟ داشت واقعا این برا میگرفت. میدونی چیه؟ نه نکن اینجا بعد منو میگرفتی بعد علیرضا رو میگرفتی اون برداری میگیری الان. هر کسی که بدتر از همه بگیره اون برنده میشه. نکن خیلی بد چرخوندی همین. بابا این چیز داره. خب من یه خورده کنده این دیگه داری مود ویدیو داری اصلا رو از صبح تا حالا کلا. آقا تو نبودی. الان این داره کارش درست انجام میده. آخه نه تو نبودی از صبح تا حالا کلا حتی ویدیو خودش هم نمیدونسته چیکار میکنه. من به اون کارش ندارم. اوکی. قراره ببینیم که کی میتونه بدتر از همه بگیره. من، حامی یا علیرضا. 100 تو این خوبم. 100 تو این خوبم. یعنی الان تو نظر تو یه چیز کن. زودتر بیای. بگو یه بار دیگه بگو. قدرت اینو داره که یه جایی که بد میاد کات کنه اون یکی رو بذاره. باشه دیگه گفتم معذرت میخوام برو. آقا نه معذرت میخوام نیست که آخه نه خدا وکیلی اومدیم مثلا میخوایم ویدیو بگیریم دیگه. میگیری چی میگم؟ این پس میشه شروع یک ماجراجویی خفن و بعدش من عصبانی بشم و گوشی علیرضا رو بشکنم. آقا نه بگو دیگه بگو مشکلت چیه؟ میشه بگیری ویدیو تو؟ بکنم ویدیو پرانک سر تو حاجی. نه داش واقعا پرانک نمیکنم. تو از صبح تا داری منو پرانک میکنی. من چیکارت کردم مگه امروز؟ اینجوری نمیشه که وقتی حامی از صبح تا حالا اینجوریه. من که دارم ویدیو رو میگیرم. آخه نه اون اینجوری آخه نگو اینجوری که تو داری پرفورمنس میکنی نیست دیگه حامی جان. تو باید بهتر عمل کنی دیگه. از صبح موقعی که رفتیم اونجا که ویدیو تو رو بگیریم بهت میگم آقا بیا ویدیو تو بگیر بیا ویدیو تو بگیر. میگی من نمیدونم چی میخوام بگیرم. کلا به هم ریخت. گفتم اوکی من میچینم امروز اوکی میکنم. من ویدیو میذارم یه روز دیگه میگیرم. آقا من امروزم بهت گفتم اگه مود ویدیو نداری به من بگو. تو نمیای بگی مود ویدیو ندارم میرینی رو ویدیو. آخه چرا این کارو میکنی؟ دیروز هم اینجوری بود. نه برادر این اصلا میگم من الان مشکلی نمیبینم. فقط میگه سر ادیتور مشکل داره. حالا نمیدونم چی شده صبح بینتون ولی هر چی شده من همه چی دارم عادی میبینم. قراره ببینیم که کی میتونه از اسنفود غذای بدتری بگیره. هر کسی تونست غذای بدتری بگیره اون برنده چالش میشه و حدس بزن چه جایزه‌ای میبره. اینجوری بگی که ما میذاره انرژی داشته باشی. حاجی ولی تو یه جوری داری میگی که من دیگه واقعا دارم چیز میکنم. من دارم به این سمت میرم که تو داری سر همون پرنک میکنی. نه به خودم پرنک نمیکنم. صبح تا حالا کس قیافه‌شو نگاه کن. یا حالا دیگه رومود نیست دیگه. تو هم یه روز رومود نیستی دیگه. خب باشه رومود نیستی. میخوای ویدیو نگیری مامی؟ میخوای؟ الان مگه حرفی داره؟ آقا من مشکل دارم سر صحبت کردم به من نگو. آقا چرا روان آدمو می داشت این گوشی من بود. نه پرنک سر منه. پرنک سر من بود. 13 چیزی که تو اونجا گرفتی. وای آره بیا ببخشید اذیتت کردم. حاجی ریدی تو خودت. من نه یه لحظه دیدم خدا اتفاق افتاده و گوشی من اونجا بود. یکم شک کرده بودم. اصلا اول شک کرده بودم. نه میدونی مشکل چیه؟ یه جا ریدی. وای حاجی من اشتباهی تو پی سی تیکه خرید این 20 رو دید. ببخشید من خوبی؟ آره من اوکی ام. گوشی شکست چه حسی داشتی؟ من گفتم که خب میخری. باید بخری. حاجی همه احساس میکنم گوشی من بی‌ناموسه. میدونی گوشیت گوشیم کجاست؟ داشت گوشیت اون قاب منه. قاب برای توه دوسته. بابا گوشیمو ببین. خب بچه‌ها این بود از پرنک علیرضا. پرنک واقعی اینه که گوشیش واقعا الان توی مخلوط کن به مدت 20 ثانیه دیگه له میشه. 20 ثانیه وقتی گوشی رو نجات بده. میدونی که اینجا تموم نمیشه این قضیه. 20 ثانیه وقتی گوشی رو نجات بده. یک دو مامان بزن دکمه. فلان